سلام. به اولین جلسه از دوره آموزشی پشت پرده سرویس‌های میزبانی وب خوش اومدید. من شهاب‌الدین رفیع هستم از نوین ادمین و توی این ویدئوی آموزشی میخوام بهتون بگم که اصلاً سرویس میزبانی وب چیه و چرا برای راه اندازی سایت بهش احتیاج دارید. ببینید دوستان، راه اندازی سایت دقیقاً مثل نصب یک نرم افزار میمونه. شما همونطور که برای نصب نرم افزار احتیاج به یک کامپیوتر دارید، برای راه اندازی سایت هم احتیاج به یک همچین کامپیوتری هست که اولاً از فایل ها نگهداری کنه، دوماً پردازش های لازم رو انجام بده، بتونه کدها رو بخونه، اونها رو پردازش کنه و در نهایت یک خروجی مناسبی رو جهت ارائه به کاربر یا اپراتور فراهم کنه. این وسط کامپیوترهایی که قرار میزبانی یک سایت رو بر عهده بگیرن با کامپیوترهایی که قرار فقط یک نرم افزار ساده روشون اجرا بشه متفاوتن. برای همینم هست که ما دیگه بهشون نمیگیم کامپیوتر، بهشون میگیم سرور. سرورها باید 24 ساعته روشن باشن و به اینترنت پرسرعت هم وصل باشن. چرا که کاربران ممکنه در هر ساعت از شبانه روز درخواستشون رو از طریق اینترنت به سمت سرور ارسال کنن و اون سرور باید هر لحظه این امکان رو داشته باشه که دیتا رو پردازش کنه و مجددا از طریق اینترنت خروجی مناسب رو برای کاربر ارسال کنه. نکته بعدی بحث نرم افزاری هست. سرورها به دلیل اینکه عملکردشون با کامپیوترهای خونگی خیلی متفاوته، احتیاج به نرم افزارهای متفاوتی هم دارن. نرم افزارهایی که از نظر امنیتی و عملکرد اون سرور رو ارتقا میده و میشه از اون کارایی مناسبی رو انتظار داشت. یا مثلا بحث شرایط مناسب نگهداری. سرورها به دلیل اینکه دائم روشن هستن احتیاج دارن که از نظر دمایی در شرایط مطلوب قرار بگیرن و یا اینکه باید از نظر تغذیه برق یک برق بدون نوسان و بدون مشکل رو داشته باشن، چون هر لحظه که سرور قطع بشه سایت‌های روی اون هم از دسترس خارج میشن. پس بحث شرایط نگهداری هم مهمه و باید به دقت مورد توجه قرار بگیره. حالا سوالی که پیش میاد اینه که آیا ما میتونیم از کامپیوترهای خونگی که توی خونه یا محل کارمون استفاده میکنیم به عنوان سرور هم استفاده بکنیم؟ اگر بخوام از نظر تئوری جواب بدم، بله، جفتشون کامپیوترن و میتونید تحت یک شرایطی اون رو به عنوان سرور هم استفاده بکنید. اما از نظر فنی و عملی به هیچ وجه نمیشه روی یک همچین کامپیوتری به عنوان سرور حساب باز کرد. وقتی ما میگیم اینترنت پرسرعت، منظورمون اینترنت واقعاً پرسرعت هست. یعنی پورت‌های 1 گیگابیت و 10 گیگابیت، نه این اینترنت‌های خونگی و سیم کارتی، چون اصلاً اینا برای یک سرور جوابگو نیست. یک سرور باید به قدر اینترنتش پرسرعت باشه که اگر همزمان چند صد نفر هم درخواست خودشون رو به سمت سرور ارسال کردن، سرور باید پاسخگو باشه و بتونه سریعا درخواست‌ها رو از طریق اینترنت پاسخ بده. یا اینکه اگر سایت‌های مختلفی نیاز به پردازش یا دانلود و آپلود داشتن، باید بتونه این اطلاعات رو سریعا منتقل بکنه. بحث بعدی بحث خرابی قطعات هست. همونطور که گفتیم اگر یک سرور هر لحظه قطع بشه یا عملکردش مختل بشه، سایت‌هایی که روی اون سرور هستن با اختلال مواجه میشن و از دسترس خارج میشن. بنابراین شما باید حواستون باشه که هر لحظه قطعه‌ای خراب شد سریع اون رو تعمیر یا تعویض بکنید تا دوباره سرور بتونه عملکرد خودش رو به صورت مطلوب داشته باشه. نکته دیگه بحث شرایط مناسب نگهداری هست. شما باید توی خونه‌تون شرایط دمایی و برقی مناسبی رو برای اون سرور ایجاد بکنید که اون سرور برق مناسبی داشته باشه، دمای هوایی اطرافش مطلوب باشه و بتونه در شرایط مناسبی کار کنه. یعنی اینکه شما باید یک برق اضطراری برای اون کامپیوترتون آماده بکنید و در کنارش یک کولر گازی هم بالای سر کامپیوتر بذارید تا دمای مناسبی رو در اتاق ایجاد بکنید، دمایی که مناسب کار سرور باشه. و در نهایت هم شما باید دانش مدیریت سرور داشته باشید. از اونجایی که سرور همونطور که گفتیم نرم افزارهای خاص خودش رو نیاز داره، شما باید کار با این نرم افزارها رو بلد باشید و بتونید در شرایط بحرانی مشکلات نرم افزاری سرورتون رو هم حل بکنید.
احتمالا شما هم با من موافق هستید که سرور کردن یک کامپیوتر خونگی نشدنیه و اگر هم بشه هزینه‌های به مراتب بالایی براتون داره که اصلاً مقرونه به صرفه نیست. در چنین شرایطی میریم سراغ دیتا سنترها. توی دیتا سنترها معمولاً صدها یا هزاران سرور داره در شرایط مطلوب نگهداری میشه و تکنیسیان‌های فنی دارن دائما سرورها رو مانیتور میکنن تا اگر مشکلی براش به وجود بیاد یا شرایط نامطلوبی اتفاق بیفته اون مشکل رو برطرف کنن تا سرور بتونه در شرایط مطلوب خدماتش رو ارائه بده. این وسط اگر مشکلی در قطعات به وجود بیاد قطعات تعویض میشن، تعمیر میشن یا اگر اختلالی در عملکرد برق و اینترنت به وجود بیاد سریعا گزارش میشه و مشکل برطرف میشه. نکته بعدی بحث امنیتی هست. سرورها گزینه بسیار مناسبی برای هکرها هستند تا بتونن از اطلاعات و منابع سرور استفاده بکنن. بنابراین در دیتا سنترها میان لایه‌های امنیتی مختلفی رو بر روی سرورها اعمال میکنن تا هکرها دسترسیشون محدود بشه و عملاً نتونن به سرور نفوذ بکنن. این لایه‌های امنیتی در دیتا سنترها خیلی مهمه و میتونه نرم افزاری و سخت افزاری باشه. تصویری هم که دارید مشاهده میکنید یک دیتا سنتر مجهز و پیشرفته هست که سرورهای زیادی در رک قرار داده شدن و هر سرور هم به اینترنت و برق اختصاصی خودش متصله. ما توی دنیا دیتا سنترهای مختلفی داریم. مثلا دیتا سنترهای AWS یا همون دیتا سنترهای آمازون در آمریکا که یکی از معروفترین و پیشرفته ترین دیتا سنترهای دنیاست. اما معمولا مورد استفاده ایرانی ها قرار نمیگیره به دو دلیل. یکی اینکه ما در شرایط تحریمی هستیم و نکته دوم اینه که دیتا سنترهای آمریکا به دلیل بعد مسافتشون از ایران معمولا سرعت خوبی رو در ایران ارائه نمیکنن و اگر سایت شما بر روی یکی از سرورهای آمریکایی باشه معمولا در ایران سرعت خوبی نداره. در کنار دیتا سنترهای آمریکایی ما دیتا سنترهای اروپایی رو هم داریم مثل OVH فرانسه و هیتسنر آلمان. در ایران معمولاً از این دوتا دیتا سنتر سرورهای زیادی خریداری میشه چون علاوه بر این که تحت شرایط تحریمی نیستن قیمت منصفانه و معقولی دارن و نکته دیگه بحث کیفیت سرورها و سرعت‌هاشون هست. به دلیل اینکه اروپا به ایران نسبت به آمریکا نزدیکتره سرعت مناسبی دارن این سرورها در داخل ایران و تقاضای زیادی برای خرید این سرورها وجود داره. غیر از دیتا سنترهای اروپایی و آمریکایی ما در ایران هم دیتا سنتر داریم مثل افرانت، پارس آنلاین، تبیان و غیره. شما اگر میخواید که سایتتون در سرورهای ایران میزبانی بشه میتونید به یکی از این دیتا سنترها مراجعه کنید و سرورهاشون رو خریداری کنید. این وسط سرورهای ایرانی به دلیل اینکه در ایران قرار دارن و بعد مسافت کمتری دارن نسبت به دیتا سنترهای خارجی سرعت به مراتب بالاتری دارن و اگر میخواین سایتتون رو به کاربران ایرانی فقط ارائه کنید و سرعت براتون مهمتره میتونید از دیتا سنترهای ایرانی استفاده کنید. از نظر قیمتی هم معمولا دیتا سنترهای ایرانی همرده دیتا سنترهای اروپایی هست و قیمتشون آنچنان تفاوتی با هم نداره. سوال دیگه‌ای که احتمالاً ذهن شما رو درگیر کرده اینه که آیا ما برای راه اندازی سایتمون احتیاج داریم که حتما یک سرور کامل داشته باشیم؟ مسلماً نه، چون به تعداد سایت‌های دنیا سرور نداریم. در واقع برای راه اندازی سایتمون بخش کوچیکی از یک سرور کفایت میکنه. ما به این بخش کوچیک میگیم هاست. در واقع هاست بخش‌های کوچکتر یک سرور کامل و یا یک سرور اختصاصی هست. در جلسات آینده در خصوص همین سرورها و هاست ها انشالله بیشتر صحبت میکنیم.